میگم بهت ولی به مامان نگو فعلا. جریان چیه؟ ما واسه همیشه داریم میریم قبرس. چیزی بگم اون وقت پیشرفتش بابا من خیلی مریضم، خوبه. مادرش مریضه، این یه سال پیش ما نمونی ما میمیریم به میدونی خدا. با مهدی نه نبری، مهدی مهدی نمیتونه بمونه بیاد. اینور. از قبرس هم یه زن میگیرم لژیونر آها میارم. پیشرفت پسر تو اگه میخواد منو پیشرفت نمیخوام آقا، مهدی خیلی بیخود کرده. بابا تو اجازه بدی اجازه ندی من 5 صبح رفتم. دیگه پسر من نیستی، واقعا بابا؟ منم میمیرم دیگه. برو. سلام علیکم. ما رفتیم آقا ما رفتیم خارج از کشور. حاجی کدوم کشور رو مقصد انتخاب کنیم؟ دبی. آقا روزتون بخیر. قبرس بریم. قبرس بریم. قبرس میگیم قبرس. آقا امشب ما میخوایم بریم خونه مهدی اینا. میخوایم با بابای مهدی شوخی بکنیم، خدا بهمون رحم کنه. واسه بزنیم. میخوایم یه شوخی بکنیم با بابای مهدی، فقط خدا بهمون رحم کنه. من میگم گناه داره این پیرمرد اذیتش میکنه. ایده توئه، من اصلا به من باشه ایده من دن سرویس این ویدیو تو چنل تو میخواد پخش بشه. ایده من بعد میندازی گردن من میگم تو کردی. ماشاءالله با این فقط بری دزدی. خب آقا مهدی فقط پیش مامانم نباید بگی دیگه، مامانم قند داره. خب بابام خب میتونه. حداقل بکشش گوشه بهش بگو مثلا بره خونه وعیدینه یا جایی آره نباشه اوکی اونجا. مامانم قند اصلا بهش بگو میخوایم. آره بهش آقا این ویدیو حتما تا آخر نگاه کنید. لایک مهربون یه انگشت دیگه انگشت کنید. یه انگشت بزنید، لایکو بزنید، یه انگشت بزنید، قلبو بزنید. ما شما رو دوست داریم، عاشقانه شما رو دوست داریم، به خاطر شما داریم نفس میکشیم. حمایت بکنید ما رو، این ویدیو رو حتما تا آخر ببینید، خدا بهمون رحم بکنه. امیدوارم که اتفاقی نیفته. امشب میخوام بریم خانم دمنگ. آره حتما. ممنون از نگاه قشنگ تک تکتون، متشکرم. آقا بابک حالت خوبه؟ چاکرم، هم ارادت دارم، مخلصم. تلویزیون کم کردم به خاطر صحبت شما. آره مخلصم. سلام. آخه مهدی من بگم واقعا من تو رو دعوت کردم تو بگی. آخه با چیه؟ بگین دیگه، تلویزیون کم کردم حرف شما رو بشنوم. مخلصم. این هر چی کار سخته نیست برای گردن من. خب بگو دیگه. من نمیدونم مهدی اوکی بگم واقعا. آره داداش بالاخره باید بفهمن. چی رو؟ من تلویزیون کم کردم بگین ببینم. چرا نخ میکنین؟ آخه میخوام که یه چیز شم دیگه. من اوکی حالت من بگم اینو الان؟ حالت خوبه؟ حرفتو بزن. بله حرف من دیگه؟ نه جسارت نمی‌کنیم ما. یه مسافرت می‌خوایم بریم ما هم. بله من و مهدی و خانمم 3 نفریم. بله. البته با دخترم دیگه پریما. بعد خدمتش هم که دست شما درد نکنه، زحمت کشیدی، اوکی کردی. بله. کارت پایان خدمتش هم که اومد و این که چجوری بگم آخه مهدی من آقا مهدی من اساس یه چیزی آقا بگو. بگو. هیچی دل میکنه بگو دیگه. که اصلا خودش میگم نتونسته بهت بگه ولی به بخواد مامان بگه. نگو فعلا. جریان چیه؟ ما واسه همیشه داریم میریم قبرس. آها. بده. با اجازه کی؟ از کی اجازه گرفتی؟ اما یه چیزی بگم اون وقت پیشرفتش بابا من خیلی مریضم، خوبه. مادرش مریضه، این یه سال پیش ما نمونی ما میمیریم به میدونی با خدا. چه سختی کارامون رو درست پاسپورت کردیم. آها. از کی اجازه گرفتی؟ مهدی خیلی بیخود کرده. اما او ندید دیگه اون ور اینطوری. پیشرفت میکنم، پول هست. اینجا پول نیست؟ همونجا براش یه زن قبرسی هم میگیریم، یه زن خارجی میگیریم. آها پس شما نشستین زیر پاش. نه ما داریم بله. میریم خانوادگیم، دوست داریم مهدی هم با ما بله. بیاد. نمیتونیم مهدی رو نه، نبریم، مهدی مهدی نمیتونه بمونه بیاد. اینور. از قبرس هم یه زن میگیرم لژیونر میارم. آها زیر پات نشستن اونجا هم زن بگیرم بره. خیلی بیجا کردی. بدون اجازه ما چرا این کارو کردی شما؟ خود مهدی هم دوست داره اما به خدا بابک آره نشسته بابا زیر بینا پاش. رابطی نداره که. خود من خودم مهدی دوست اصلا دارم. دوست داره بین خارج رفت از نداره کشور رو. پاسپورت شما پیشینا چیکار میکنه؟ دیگه گفتم بابک امانت داره، خوب من گم میکنم. کاراشو من کردم، کار اداریش اینا رو انجام نه آقا دادم. جان این کارا رو میکنه خیلی کار من زشته. قبل بلیت گرفتیم یعنی چی؟ بلیط واسه خودشون گرفتن. واسه منم بلیت گرفتم همه تو بیخود کردی. اما به خدا یه مدت دیگه شما هم قشنگ میتونید راحت با خاله بیاین اونور. اصلا من از بریم خارج بر به دنیا نگردیم. نیومدم برم خارج. من خاک خودم رو دوست دارم. دعوتنامه مهدی نه. براتون میفرسته، شما هم بیاید اونور. به خدا انقدر اونجا اجازه بدید بازنشستگیش من خوبه. صحبت کنم. عمو جان بله. ببین اینجا تو اون قبرس یه سری خونه با شرایط خیلی خوب دارن بله. میدن. یه دونه ساخت واحد ما گرفتیم، بله. یه واحد هم مهدی گرفته. آها.
بعد این واحدها رو که گرفتیم باید پیش خرید یه سری کارهای اداری خیلی زیاد داره، یه مبلغی رو باید اولش بدی، بعد به صورت اقساط انجام دادیم بعد اومدیم به من نه اونجوری هم نیستش، ما رو قضاوت نکن. به هر حال پیشرفت پسر تو اگه میخواد. من پیشرفت نمیخوام آقا، مهدی خیلی بیخود کرده. خودت هم چیزی بگو، شامش ما داریم حرف مهدی یه دقیقه دیر میاد من جون میدم تا اون میاد. میدونم، من درکت میکنم، شما هم میتونید بیاید، مادرش پدرش میتونید، ما خودمون ول نمیکنیم. اما مگه شما بازنشست نشدیم؟ به خدا بیاین اونور سپری کنیم بازنشستگی. اونور به درد ما نمیخوره. انقدر خوش میگذره. نه مهدی رو میذارم نه خودم. خدماتش خوب، رفاهش خوب، اصلا همه چیش عالیه. فکر میکنید. چرا مخالفت نکنید؟ به خود آینده مهدی ظاهرش خوبه، باطنش نه. بابا اجازه میدی خودم تصمیم بگیرم؟ نمیتونی. خب بابا من دوست دارم برم. دوست داری بری؟ دیگه این خونه پا نذاری. به ما پدر مادر نگو. تمام شد رفت. بیاید هممون با هم بریم دیگه. زیر پاتو نشستن هر کاری دلت میخواد انجام میدی. به خدا ما زیر پاش نشستیم. خود مهدی هم چرا تا نمیگو خانم؟ چون ما هم قصد رفتن داشتیم، مهدی هم قصد رفتن داشت، دیگه با هم رفتیم پاسپورت هامون رو گرفتیم. اجازه من اونقدر راحت بودم، مهدی پیش شما بود دیگه، عیناً دنیا مال من بود. شبیه زندانی افتادم. با شما هستم. بله بابا. بدون اجازه کی گرفتی؟ با پاسپورت که درخواست کوچولو میدی میاد دیگه، حالا مهم از هر جا گرفتی میبری میدی. پاسپورتو؟ آره. میشه که عمو پس داد پاسپورت و قربون پاره میکنم. این کلا اومده هر چقدر هزینه کردیم پاره میکنم. شما زحمت کشیدی خدمت این اوکی کنی، یکی از دلایل اصلیش زندگی اصلیش کنه، نه بره خارج زندگی کنه. خب ما به شما قول بدیم مهدی سر 2 ماه بیاد به شما سر بزنه. نه، انگار همین ما چی یک سال اول نمیتونه خارج شه، زحمت یک سال اونجا 20 سال مهمون. کشیدم، الان لازمه که به من زحمت بکشه. حرف شما دوست واسه همیشه نمیگه، یک سال میمونه اونجا، اقامتش اینا رو که کاراش اوکی شد برمیگرده اون ور آب دیگه اینجا نمیاد. گرین کارتشو گرفت، شما به خود دعوتنامه نه همش با آقا خانواده هر کاری خوش کردی برای خودت گذرونیه. کردی. یعنی الان ممکنه بدون اجازه شما بره ها. نه آقا من الان سرم درد گرفته. این مصمم این تصمیمشو مهدی خودش گرفته، من می‌دونست نمیدونم باهاش مهدی. مخالفت کنه تو رو انداخته جلو. بابا تو اجازه بدی اجازه ندی من 5 صبح رفتم. راست میگی؟ پاهاتو میبرم ببین چیز این جرأت داری بدون اجازه در بری بیرون. مهدی تو یه چیز میدونستی داداش بابا تو که مخالفت میدونی بابات کنه. اینجوریه چرا ما رو پیگیری میشی؟ شما یه بابای مریض تو میذاری کجا میری؟ الان ما چیکار کنیم بابا؟ این کلی بخوای اونجا تو سکته نامه‌نگاری کنم. بلیط ها رو چیکار کنیم؟ ما یارو چیکار کنیم این آقا بلیط ها میرزایی؟ رو چیکار کنیم خب؟ کنسلش کنیم، میدونی چقدر خسارت میخوره بهمون؟ به من چی ربطی داره؟ اون برای خونه‌ای که خریدیم چی؟ شما بگی مهدی نرو. رو جمع کنید بریم دیگه. بابا مامانت مهدی پیش کجا؟ پس بشی بینم. با ما چند اما جان این اتفاق عمو. باید بیفته تو زندگی هر آدم صبح باید میفته، بریم. آخرش چی؟ میری؟ بله. دیگه پا نداری این خونه. چشم. تمام شد به رفت. خدا نمیشه. بچه ها دیگه یعنی- من از این خانم من شدم شادمانی. تمام شد. ای جان دیگه پسر من نیستی. واقعا بابا. منم میمیرم دیگه. برو. اما اگه مهدی اون خونه رو تو قبرس فسخ قرارداد کنه یعنی کل بابا ولش کن حالش بد. آقا بریم وقتی بود. خدایی ببخشید هم شرمنده. من داشتم پیاز داغشو زیاد دهنتو می‌کردم. سرویس فشارش چی رفت شد؟ بالا. سرویس بابا. بی خود کردی تو تو سناریو اصلا میدی خودتی نمیدی. بابا. پاسپورتشو گرفتیم ولی هیچ غلطی نمیتونی بکنی، هیچ. نمیذاری کجا بره. میخوام برم؟ تو این روحانیون نمیذاری برم. داشتیم دوریم سر به سر من میذاری؟ اونجا گذاشتیم. اما ببخشید ما رو نای شرمنده کنید، حیا باید. کنید. بچه ها دوستتون دارن. حلال نه سر به سر من میذارن ها. یه رو سکته میکنن. اما حلال قصد دارم. مهدیه، قصد رفتن داره، میخواد از دهن بابک بگیر مزه بچه ها لایک و کامنت حساب بیارن. اینکه ایشون اذیتمون کرد. ببخشید هم به ذهن من قلب منی. خداحافظ. خدا خدا نگهدار.